سلام به شما چطور من رنجر هستم و خیلی خوش اومدید به چنل خودتون. امروز ما با هم دیگه آموزش دایموند کردن نایفا رو بهتون آموزش بدیم که چجوری از سریتین راه ممکن کاموی دایموند نایفامون رو باز کنیم. خب میریم تو بخش لوداتون. خب حالا یه نایفی که بهتون نشون بدم که گلدش کردم ولی دایموند چنین باز نکردم بهتون نشون بدم. ببینید بچا برای دایموند کردن نایف کاموش بخوای باز کنی اول باید گلدش باز کنی. خب گلدشو که باز کردی حالا آموزش گلد کردن نایف هم گذاشتم. گلدشو که باز کردی بره باز کردن کاموی دایموند نیاز داری 500 تا کیل بگیری. خب چه داخل 5 تا مچ چه داخل 50 تا مچ، مهمه که 500 تا کیل بگیری. خب بعد حالا ما امروز خودم نایف 3 رو دایموند کردم. خب دایموندشو باز کردم. خب خیلی هم سخت نبود، مثلا بگی آره مثلا خیلی سخت اینا، لودات خوبی چیدم. خب بعد قلق نایف هم داشتم، مود و مپ که انتخاب کردم واقعا مناسبی کار. خب حالا بهتون میگم برای مود خب بهترین مود هارد پوینت. خب هارد پوینت بهترین مود، بهترین مپ شیپمنت برای این کار. خب چون مپ کوچیکه مود هم که هارد پوینت باشه خب دیگه بر اساس کیلو اینا نیست، ببینم حالا هر چقدر امتیاز جمع کرده باشه مچ دوم بشه. خب مود هارد پوینت و مچ شیپمنت، مپ شیپمنت منظورم مپ شیپمنت رو انتخاب میکنی. خب میری بازی. حالا لودات مناسب شن بچا اپراتور اسکیل. خب اپراتور اسکیل ایه اپراتور اسکیل میندازین که بقولن در برابر بقولن چیز در برابر تیره انمی تیره بات اینا که مقاوم تر میشه بقولن اسکینت بقولن خود اینا. خب کمتر بقولن دمیج میشینه. خب اپراتور اسکیل که انتخاب کی حالا اسکورسی که هم یو ای وی بندازین. خب 3 تا یو ای وی سیدا هر 3 تاشو بندازین. خب یو ای وی آخری هم که الان بهتون میگم این یو ای وی هم بندازین که بقولن چیز میکنه جه بات دقیق نشون میده که بات واسه ریو کن ول میره. خب سمت کن طرف میره برای بقولن نید و اینا میتونی فلش بنگ و اینا بندازی. خب که مثلا یه جای جمع شده فلش بنگ بندازی و بقولن همش کور بشه همش بین نایف کنی. خب بعد پرک آبی دل سایلنت بندازی. خب که صدا پا کمتر بین پرک سبزن کویک فیکس و پرک گوست میتونیم بندازی. خب دو تا از پرکی خوب بازی هن. خب که میتونیم بندازی مناسبی کار اینا. خب که بقولن هم حالا کمتر دیده بشی یا مثلا بقولن دمیج شدی کمی سریعتر اچ پر بشه. تو پرکی قرمز هم پرک فاست ریکور و فلگ جکت. خب که فلگ جکت خب در برابر نید و اینا مقاوم تر میشی با نید نمیمیری. خب فاست ریکور هم خب اچ پی 40% زودتر پر میشه، یعنی دمیج باشی زودتر اچ پی تو پر میکنه، خیلی بهتره. خب یازی پرکو بقولن اپراتور اسکیل ناف خبر سعی کنی که نایف بقولن خیلی نایف داریم کنی خبر سعی کنی که کمتر دمیج بشی. خب حالا مودو مپم بهتون گفتم، حالا یه توضیحات دیگه هم در موردش بهتون بدم برای دایموند کردن. خب شما بقولن میری داخل این مودو مپی که بهتون گفتم هارد پوینت شیپمنت. خب بعدش شما میری داخل بازی میبینی که آقا همه جلوت انمیان همه ترای هاردن، نمیتونی خیلی راحت نایفشون کنی. خب یا مثلا میبینید آقا اونا خوشن نایفر دارن نمیشه بخورن نایف کنی، اینا سخته. لفت از دوباره استارت میکنی. خب میری مپ بعدی بخورن مچ بعدی. خب همون مپ میری میبینی بازم سخت. خب آقا دوباره لفینی دوباره استارت میکنی مچ. خب اگر دی خیلی سخت بود سعی کنید تو تقریبا آخر شب و اول صبح. خب تا ساعت 10 صبح اینا که این خلوت رو بهتره بولن بره دایموند کردن و بحث. خب بعد در مورد دایموند کردن بشه داخل مپ شیپمنت میشه سعی اول قلق نایفتون رو بعد پیدا کنید. خب مثلا چجوری باش بزنید. خب بعدش باید آقا جای مناسب خب جا تو من مناسب باشه وقتی جمع شد یهویی بره بیرون بزنیش. مثلا وقتی منطقه هارد پوینت میفته وسط خب میره داخل کانتینری که واسه شیپمنت. خب میره اونجا وقتی که جمع شد میره بیرون میزنیش، هم بره بقولن کیل نشسته که بره گلد کردن هم بره اون مناسب هم بره دایموند کردن. خب و وقتی که مثلا میبینی آقا بات داره به تیر میزنه لیکن نره جلو ممکنه بزنه. خب بات هم میزنه صفیت نکنه مثلا فلش خو نیست بات هم بعضی میخوام میزنه وقتی خود تنها بوی
میری چه کار میگیری منظر میمونی آقا تا که بقول اومد نزدیکت یه اصل کار در به نفش کنی خیلی راحت. خب یازی بچه لایک کامنت یادتون نره. خیلی دمتون گرم که تا اینجا کلیپ با ما همراه بودین. چنل ما حتما ساب کنین تا از بقیه کلیپ ما جا نمونین. هیچ چیزی دیگه فقط حمایت کنین. مرسی که تا اینجا کلیپ با ما همراه بودین. تا یک کلیپ بعدی فعلا خدا.